من اون شبی که رهبر شهید شد تو کوچه ها وقتی کل میکشیدن تمام قلبم داشت تیکه تیکه میشد. آماده اینم، مطمئنم میشه آماده اون روزی که میبریم دور همین میدون تجریش کل میکشم میگم دیدید رهبرمون مرد، کشتیدش، خوشحال بودید؟ حالا ما خوشحالیم. اگه 3 ماه کاسبی نداشتم فدای سر بچه‌های هوافضا، فدای سر تک تکشون. چطور شماها یه اتفاق میفته میگید فدای سر 40,000 نفر؟ اونا هم گناه داشتن، لاشون یه سری آدمایی بودن که بیگناه بودن، ولی اگه من کاسبی نکردم، اگه مغازم 2 ماه بسته است، فدای سر تک تک بچه‌های هوافضا.